سلام بچه ها، چه خبر؟ من مرسام مارتیکس هستم با یه ویدیو جذاب و خفن دیگه در خدمت شما هستیم. اولین ویدیوی گیمینگ چنل با بازی دید بای دیلایت تصمیم گرفتم براتون بذارم. اگه این ویدیو خوشت اومد ویدیو رو لایک کنید، چنل من سابسکرایب کنید و زنگوله بغل چنل رو حتما همین الان فالو سابسکرایب کنید و فعال کنید یعنی و بخشید و بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. خب اولین گیم پلی با دید بای دیلایت گفتیم شروع کنم. خودم که خیلی دارم این گیمو پلی میدم و واقعا هنوزم عاشق این گیمم و اگه شما از من حمایت کنید و لایک ها رو ببرید به بالای 10-20 پارتای بعد، در حالی که 5 پارت من این گیم پلی براتون ضبط میکنم، ولی حالا اگه لایک ها رو ببرید بالا که دیگه بیشتر این ویدیو پارت این گیم پلی پارت میاد بیرون. وای چه کلر بدی افتاده، چه کلر رو مخی افتاده، من کاریش هم نمیتونم بکنم. بذارید بزنتش. اگه افتاد رو ووک من برم کاری از دستم برمیاد براش انجام بدم. اوکی من الان دنبال ژنراتورم که یکی اونجا دیدم. خب این یارو اینو گرفت. بذارید من که بشه بتونم برم نجاتش بدم. خیلی کلر سرسخت و رو مخ و بدیه. کجا انداختش؟ رو چه ووکی میخوای بندازیش؟ سریعتر انتخاب کن دیگه. کجا؟ نمیدونم. بول آن فهمیدم کجاست. اوکی اجازه بدین که من اینطوری کارو شروع کنم. اوکی میخواد بره ووک درش بیاره ها. خب پس تو برو ووک درش بیار، من ژنشو بزنم. ژن بریم بزنیم. خب بذارید ببینیم. وای رفت دوباره برامون. این ژنه رو من میتونم بزنم. اوکی وای شیت، این پرک مزخرف اصلا این پرک من خوشم نمیاد. آها اینو ببینیم میتونی کاریش کنی. اوکی وای زدش. ولی بعد کلر رو واقعا قوی، یعنی بیفته دنبالتون کارتون خیلی سخته و من شانس آوردم که نفته. با نیا اینجا نیا اسکول. خدا من دارم جم میزنم خودو میکشونی اما میخوای هیلشی با دست معمولی لش کنم اصلا. اوکی نیا الان اونو برای چی انداختی پلتو زمین؟ وای گن زدم اصلا پرشان پلتو برای چی انداختی زمین؟ نیاز بود گن زدی بیشن دقیقا جم بزن. وای چه اومد. فکرم نایمد. برو کنار باک شدم. اوکی پیشونیمش رفت. ای زدی ژن مارم خراب شد. کلا 4 تا ژن، یعنی یه دونه ژن به زورم زدیم. اشتباه من یه کاری کنم 3 ساعت میتونم. اگه به من تو حس خوب بدی که من سری ژنو بزنم تو کلر نیامده واشو بینه چی میدی. چرا قوه نه ولیش کنی. اول دست میذاشتم چه کاری الان میام چرا قوه بردارم. اوکی خب بذار من برم اونو در بیارم از رو بوک، چون با اینکه نوب سگ بود ولی خب خودم هم نوبم. پس میریم نجاتش بدیم. لیتس گو. میشه یه لحظه اجازه بده. ارووک در آورده. وای منو از کجا دید؟
دهنت سرویس. وای نزن وای خدایا. بودو پلت وای اوه خیلی کیلر مزخرفیه. گفتم خیلی کیلر مزخرفیه. وای دست این کیلر خیلی کیلر مزخرفیه. مزخرفیه قوی ها مگه نه خیلی جذاب مثل کابوی داره. وای 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 اشکال نره اولین بارم جوجیم. اوکی نمیاد کسی. دمتونم گرم واقعا ممنون داشتی. بیا دیگه تو نزدیکم. این باور کن سمت من نیست. من با ششم ندم چیو نجات بدم. خوب شما مردم که نمیدونم نجاتش بدم این یارو. همون مردم واقعا سنگین تر که نشسته رو ژن. اینم که گرفت تمام کارم. حداقل یکیتون بمیری که من حداقل بتونم خودم رو با پرکم ووک بیارم پایین. وای رفتیم حالت دوم. بودو بیاین. وای دارم میرم حالت دوم. بیخیال بیا دیگه. شالم کیلرم اومد دیگه. تمام بیخیال. رفتیم به حالت دوم. آها بیا بابا رفتی خب تو بیا خواهش میکنم. یه خیلی دوون نمیارم. بیا وای عجب یاروی نوبی دارم. خودم نوبم ولی خب اینا دیگه. وای حواسم نبود. اشتباه زدم. بودو ماشالله بودو تو نایمده کیلر. مجبور ووک نموردم. بیا دمت گرم. ماشالله الان هیل نکن. میاد خب میاد الان برشتاش. خب برشتاش تا بیاد میای اینجا بندازیش. خب نه خداش نرمد این سمتی. دمت کم بریم اون یکم از ووک آزاد کنیم. اگه برسم بهش واقعا اوکی میشه که فکر کنم برسم. شانس آوردیم پرک گذاشتم. میرسم راحت میرسم. اوکی پرک نشتم میرسم. خب درب سری بیا همینجا ایلت کنه. اوکی تا موندی بیا خودش یارو همه رو وای خیلی بد گرفتش بایو بد بود. بعد گرفت یارو بنده خدا. تازه رو بوک اومده. چیز میخوام ژم میخوام. 2 تا مونده. بذار اینا رو برم آزاد کنم. بندازشون رو بوک برم آزادشون چون تکی که عمرم بتونم. وای دنبال منه دهنت. نه یا این سمتی خودتو باید داده شیل میکردی که من بیا. کارو اومد. فوش پلت نخور تیرش بس. وای گیر کردم به تنه درخت. بیخیال
اشتباه کردم وای چه اشتباه مزخرفی چیزی اشتباه واقعا مزخرف و چرت و پرتی بود. و خلاصه مرسی که اولین پارتو دیدید بچه‌ها. اولین پارتو کلا یکم گیم پلیشو کوتاه میکنم، ولی پارتای بعدی دل بای دیلات که احتمالاً بیاد بیرون 2 تا مچ میریم پلی میدیم، ولی خب اولین پارت رو یه مچ پلی میدیم. و مرسی که با ما همراه بودید. فعلا خدا نگهدار.